بریم تو خونه 5 متری تابلو 2 متری نعیمه رو درست کنیم. 3 سال پیش وقتی شروع به کار کردم هنوز هیچ چیز کامل نبود. نه دستم نه تجربم، فقط عشق به هنر داشتم و کمی اعتماد به نفس. اولین تابلومو داشتم برای نعیمه نظام دوست درست می‌کردم. یه تابلوی انحصاری دوتایی از خودش و ماه چهره عزیزم که دیگه بین ما نیست. اون تابلو برای من فقط یک شروع نبود، یک قدم اول در مسیر هنر میکس مدیا بود. با اینکه تابلو دیزاینش حرفه‌ای و تمیز نبود، ولی نعیمه برای حمایت از هنرم تابلو رو با دلگرمی پذیرفت. 3 سال گذشت و این مدت برای من پر از یادگیری و تغییر بود. از روزهای بی تجربه تا الان که میتونم تابلوهای 2 متری درست کنم و دنیای جدیدی رو به مخاطبم نشون بدم. و امروز اولین تابلومو از کالکشن جدید پرنسسی برای نعیمه درست کردم و اونو تبدیل به پرنسس زیبای خفته کردم. پرنسسی که دنیای جدیدی از هنر رو به روی شما باز کرد. این تابلو دیگه یک اثر هنری نیست. این یک سفری که من با صبر و تلاش و عشق برای نعیمه خلق کردم. این تابلو مثل یک پرنسس در خواب بود که با تمام عشق من بیدار شد.